ساعت 5:50 صبح روز سوم. برو بریم. روز سوم خیلی معمولی شروع شد. یعنی نه خیلی سخت از خواب بیدار شدم و نه خیلی هوا بیش از حد سرد بود و ذهنم یواش یواش دیگه داره قضیه رو میپذیره. و امروز متوجه شدم که این هوازی و کاردیویی که من قبل از رفتن توی چالش انجامش میدم خیلی میتونه بیشتر بهم کمک کنه برای انجام این چالش، چون هم بدنم رو گرم میکنه و هم دیگه اولین کار سخت روزم حساب نمیشه و وقتی انجامش میدم قدرت ذهنیم رو برای انجام کارهای بعدیم هم بالا میبره. روز سوم از چالش سطل آب یخ 5 صبح تو فصل سرما.